زن و ازدواج تحمیلی روز به روز برای قیاس شیرین و شیرین تر می شد. عشق قیاس قسمت 19. بدون اینکه به تعمیرگاه برم میانه راه دست گل رز سرخ رنگی به همراه یک جعبه شیرینی گرفته و به خانه برگشتم. در به خانه نیمه باز بود و داراب جلوی در با بیلچه کوچکش مشغول خاک ریختن داخل گلدان شیشه‌ای بود. صدای خورخور موتور را که شنید سر بالا گرفت و با لبخندی مهربان خیرم شد. سلام خان داداش، برگشتی؟ سری به نشانه تایید تکان داد و به گلدان اشاره زدم. سلام، این واسه کیه؟ گلدان رو کمی بالا گرفت و گفت زن داداش گل یخ میخواست، منم واسش اینو درست کردم. حالا شیرینی به چه مناسبته؟ کنج لبم آرام به سمت بالا کج شد و بی آنکه جوابی به داراب بدهم همونطور که موتورم رو با پا به داخل خونه هل میدادم زیر لب پیچ زدم. تو خودت گلی، گل واسه چی جوجه؟ جعبه شیرینی رو روی آرنجم جابجا کرد و دست گل به دست وارد خونه شدم. خانم جان مشغول سبزی پاک کردن بود و غزال کتابی در دست داشت و دور خونه چرخ میخورد. با دیدنم ایستاده و با تعجب به دستهام خیره شد و گفت سلام داداش، خبریه؟ خانم جان سر بالا گرفت و خیرم شد. سلامی کوتاه کردم و جعبه شیرینی رو به دست غزال داده و آهسته پرسیدم ملیسا کجاست؟ جعبه رو از دستم گرفت و سر خم کرد. دمی عمیق از گلهای رز گرفته و آهسته پاسخ داد تو اتاق، از وقتی تو رفتی بیرون نیامده. سری تکان داد و قبل از اینکه به سمت پله ها بروم برای دلجویی خم شده و روی پیشانی خانم جان رو بوسیدم و گفتم دور سرت بگردم، رفته بودم گل و شیرینی بخرم واسه‌تون. زیر سیبیلی لبخند زد. هرچند سعی داشت جدی به نظر بیاد ولی با این حال لرزش ناشی از خنده رو توی لحنش احساس کردم. خوبه نمک نریز، برو گلو بده به زنت، چشش خوش شد به در. دوباره روی تار به تار سفید موهاش رو بوسیده و کمر راست کردم. از پله ها بالا رفتم و هنوز وارد اتاق نشده بودم که از پشت در صدای بلند موسیقی به گوشم رسید. در اتاق رو به آرامی وا کرد و همچون دزدی بازیگوش از لای در به داخل خونه سرک کشیدم و با زیباترین تصویر این چند سال زندگیم روبرو شدم. ملیسا چون فرشته بیبال در حالی که موهای طلایی رنگش روی بازوهای عریانش ریخته بود و تنها پوشش نیمتنه صورتی به همراه شلوارکی کوتاه به تن داشت، درست وسط اتاق و پشت به من مشغول پیچ و تاب دادن به اندام بی‌نقص و زیباش بود. لامروت آنچنان به اندام تراش خوردهش پیش میداد و دلبری میکرد که دست و دلم شروع به لرزیدن کرده بود. کمر راست کرده و با لبخندی که از خواستن زیادش روی لبم شکل گرفته بود وارد اتاق شدم. به قدری صدای آهنگ بلند بود و ملیسا هم سرگرم دلبری کردن که متوجه حضورم نشد. تکیم رو به در داده و با لبهایی که به لبخند باز شده بود خیرش شدم. روی نوک انگشتان پاش چرخید و همین که چشمش به منی که چون گرگی یاغی خیرش شده بودم افتاد، تعادلش رو از دست داد و روی زمین سر خورد. تکیم رو از در فاصله دادم و سری خودم رو به اون رسوندم. روی زمین چنبره زده بود و با هر دو دست زانوش رو گرفت. چی شد؟ دست گل رو روی زمین گذاشته و یک دستم رو دور شانه‌اش پیچاندم و دست دیگرم رو به سمت زانوش دراز کردم. آخ نکن! میان آن بلبشو و صدای بلند موسیقی صدای ناله دردمندش به زور به گوشم رسید. با کلافگی و اعصابی خورد دست دراز کرد و ضبط رو خاموش کردم. دوباره به سمتش چرخیده و این بار به آرامی تشر زدم. چی شده؟ دستتو بردار ببینم. به آرامی دست ظریفش رو از روی زانوش برداشته و سرش رو به شونم تکیه زد. چرا بیخبر میای تو اتاق؟ صداش بغض‌آلود بود. چشم ریز کرده و به خراشی که روی زانوش افتاده بود نگاه کردم. بلبل زبونی نکن ببینم زخم کردی خودتو. بغض کرده سر در گودی گلویم فرو کرد و نالید. نکن میسوزه. به آرامی روی شانه عریانش رو نوازش کردم و گفتم دست نزدم به زخمت سرتق، زخم شمشیر نخوردی که قربونت برم. به آرامی نفسش رو جایی ما بین گردن و شانم رها کرد و زیر لب نالید. فکر کردی من مثل تو پوست کلفتم؟
همین قدم که زخم شده داره میسوزه. تو گلو خندیدم و همونطور که روی موهاش رو میبوسیدم دست انداخته و از روی زمین بلندش کردم. هر دو دستش رو دور گردنم حلقه کرد و پیشانی تبدارش رو به گردنم کوبید و لب زد. چه بوی خوبی میدی؟ به آرامی روی تخت خوابوندمش. حلقه دستاش رو دور گردنم محکم‌تر کرد و گفت چرا اومدی؟ به آرامی کمر راست کرد و دستی به موهای آشفتش کشیدم و گفتم ناراحتی برم. سر بالا انداخت. انگار جسم کوچک و نرمش برای در آغوش کشیده شدنم صدام میکرد. لبه تخت نشسته و به خراش کوچکی که روی زانوی پاش ایجاد شده بود نگاه کردم و گفتم باید بذاری زخمت نفس بکشه. ببین الان زخمت ناسوره ولی حدود 1 ساعت دیگه بهتر میشه. نق کوتاهی زد و نمیخوام کمجانی زیر لب زمزمه کرد. ولی میسوزه. دلیل این همه بهانه‌گیر بودنش رو میدونستم و مطمئن بودم که این همه لجوج بودنش به خاطر خراش سطحی پاش نیست. پس به آرامی خم شده و لبهای مرطوبم رو روی زانوش گذاشتم و بوسه‌ای همونجا کاشتم. آهسته به خود لرزید و پچ زد. چی کار میکنی؟ خیره به چشماش دوباره همان نقطه رو بوسیدم و لب زدم. من که میدونم شما بهونه‌گیریات واسه چیه کوچولو. زخمتم بوس کردم الان خوب میشه. پرناز پشت چشمی برام نازک کرد و با دلبری عجیب و غریبی که در تک تک رفتارش موج میزد زانوش رو تا زد و کمی نیمخیز شد. گوشه لبش رو به دندون گرفت و به آرامی لاخ مویی که روی پیشانیش افتاده بود رو کنار زد. به شما یاد ندادن دید زدن کار خوبی نیست؟ پوزخندی از خنده کنج لبم شکل گرفت. هر دو دستم رو دو طرف صورتش جک زدم و گفتم برای دیدن زن خودم باید به کسی جواب پس بدم کوچولو. پلک روی هم گرفته و نفس داغش رو از قصد روی گردنم خالی کرد. با دلخوری پر از نازی گفت ولی تو باعث شدی زمین بخورم. اصلا تو که صبح رفتی سر کار. واسط مهم نبود من اینور ناراحت میشم. بوسه کوتاه روی لبهای جمع شدهش کاشته و گفتم بخورم زبون تو که از قد و قوارت درازتره بند انگشتی. رفته بودم گل و شیرینی بخرم. خربازی این چند روزم و از دلت در بیارم. از روی شانه سرکی به عقب کشید و با دیدن دسته گلی که پشت سرم روی زمین افتاده بود چشماش برقی زد و گفت مال منه؟ از فرصت پیش آمده استفاده کردم و سرم و مستقیما داخل گردنش فرو کرد و بوسه‌ای مرطوب روی گردنش کاشته و گفتم با این سر و وضع که نرفتی پایین. انگشتاش رو به آرامی روی گردنم کشید. لبخندی دندان نما زد و گفت میدونی داشتم به چی فکر میکردم؟ به چی فکر میکردی مغز فندقی؟ پشت چشمی برام نازک کرد و پر از ناز گفت به این که پوشش آدم فقط باید یه طوری باشه که نقاط ممنوعش رو بپوشونه. عیبی نداره جای دیگش بیرون باشه. ابرو بالا فرستاده و کف دستم رو به آرامی روی گودی کمرش به حرکت در آوردم. بعد تنهایی به این نتیجه رسیدی؟ همچون کودکانی تخ سر تکان داد و گفت آره واسه همین فکر کردم لباس خونگیامو یه طوری بخرم که فقط بالا و پایین رو بپوشونه دیگه. لرزشی که ناشی از خنده در صدایش موج میزد تنها کمی آرامم میکرد که از این حرفایش فقط قصد شوخی و خنده داره. با این حال از فکر اینکه کسی جز من زیبایی‌های ظاهری ملیسا رو ببینه نبض گردنم شروع به تپیدن کرد. دندان روی هم فشرده تا مبادا از روی حرص حرفی بزنم و دل کوچکش رو بلرزونم. نفسی از روی حرص کشیده و مماس به لبهاش پچ زدم. تو فکر کردی من اجازه میدم با این دوتا دیگه لباس بری پایین؟ کمرش رو محکم چنگ زده و صدای آخی که میان لبهاش بیرون پرید رو به جان خریده و آهسته ادامه دادم. آخو کوفت، آخو زهر مار، هر بار با این آخو ناله ها یه کاری میکنی تنبیهت نکنم. مظلومیت رو به چشماش ریخته و گفت مگه من چی کار کردم قیاس جون؟ با اینکه ناجور از جانی که به انتهای اسمم میچسبون سر کیف میومدم، اما با این حال جدیتم رو حفظ کرد و با اخم توی صورتش قریدم. تو هنوز نفهمیدی همه چیزت مال منه؟ از نوک پا تا فرق سرت، این سفیدی تنت، این بازوهای کوچولوت، این لبای خوردنیت، چشمات، گردنت، حتی این فینگلی که به نافت بستی.
دلبرانه گوشه لبش رو گزید. چشمکی پرناز چاشنی صحبتش کرد و گفت اینطوری که چیزی برای خودم نمیمونه قیاس جون. لعنت به او و این ناز صداش. با یک حرکت روی تخت خوابوندمش و خودم نیز روی تنش خیمه زد و با نفس قریدم. تو همه چیزت مال منه وز خانوم. این ناز و ادای لاکردارت، دلبریات که وقت و بی وقت نمیشناسه و من بیشرف و خونه خراب میکنه. تو تمومت مال من سرتق. چشم. دو طرف صورتم رو به احاطه انگشتان ظریفش در آورد و آهسته لب زد. چشم. قبل از تو هیچ کس تنمو ندیده. با هیچ کس نبودم. با هیچ مردی ارتباط خاصی نداشتم. فقط خودتی و خودت. با خشونتی ذاتی که بی اراده در تمامی رفتارهایم خانه کرده بود، کف دستم رو روی شکم تختش کشیده و بی اراده گفتم یه سوال میپرسم ازت، راستشو بگو. با طمأنینه پلک روی هم کوبید. کمی نیمخیز شدم. در این حالت دید بهتری به اندامش داشتم. با ابروهایی در هم پرسیدم شب اولی که همدیگر رو دیدیم تو اون مهمونی چی کار میکردی؟ کمی مکث کرد و سپس به آرامی روی تخت نیمخیز شد. با هر دو دست بازوهاش رو در بر گرفت و آهسته پچ زد. تولد یکی از دوستان بود. اولین باری بود که مهمونی مختلط میرفتم. همیشه مهمونی‌های دخترونه یا خانوادگی میرفتم فقط. اون شب با بابام دعوام شد. خسته شده بودم از اینکه هر چی که میخوام انجام نمیده. برای همین برخلاف میلش اومدم تو اون مهمونی. اولین باری بود که مس میکردم. واسه همین سر پایین انداخت و من تا انتهای جمله‌اش رو متوجه شدم. با اخم سر تکان داد و به آرامی دو دکمه ابتدایی پیراهنم رو باز کردم که ملیسا گفت تا اونجا چی کار میکردی؟ یکی از اونایی که ماشینش رو درست کرده بودم دعوتم کرده بود. ماشینش مدل بالا بود. یه سری قطعه میخواست که تو هیچ کجای تهران پیدا نکرده بود. به من رو انداخت. منم ماشینش رو ردیف کردم. پول کلونی هم بهم دادا. این شد که وقتی دعوتم کرد نتونستم نه بگم. به یک باره به سمتم خیز برداشت. هیکل نرم و پنبه مانندش رو به تنم کشیده و سرش رو چنان گربه‌ای ملوس روی سینه لختم کشید و گفت گذشته ها گذشته قیاس جون. مهم الانه که من جملهش هنوز به پایان نرسیده بود که دست دور کمرش پیچاند و بحث رو به موضوع قبلی کشیدم و گفتم پس وز خانم قبل از من با کسی نبوده نه؟ دلبرانه چشم گرد کرد و گفت هیچ کس لیاقت دختری مثل منو نداشت. نوک انگشت اشارش رو به آرامی روی سینم کشید و مشغول کشیدن خطهایی فرضی شد. جز تو. اگه میدونست دلم تاب تحمل این حجم از دلبر بودنشو نداره چه میکرد؟ قلبم محکم در سینم شروع به بالا و پایین شدن کرد و گفتم اگه این زبونو نداشتی چی کار میکردی تو؟ نخودی خندید و به کمک خودم پیراهن سفید رنگ و از تنم بیرون کشید و پایین انداخت. بار دیگه به اندام محشرش نگاه کردم. سفیدی تنش زیادی با رنگ صورتی لباس اخت گرفته بود. ملیسا آهسته صدام کرد. قیاس. تو گلو هو میگفتم و ادامه داد. چیزی شده؟ نفسم رو به آرامی بیرون فرستادم و گفتم چیزی نشده. فقط این که من عاشقانه دوست دارم. پایان قسمت 19. همراهان عزیز این داستان بر اساس واقعیت اما قضاوت با شماست. دوستان عزیز ممنون میشم کانال ما رو سابسکرایب کرده به دوستان خود معرفی و این قسمت رو لایک کنید و همچنین منتظر قسمت های بعدی داستان از کانال راوی داستان عاشقانه باشید.